سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: ادامه حملات هوایی افغانستان در وزیرستان جنوبی، هدف قرار دادن غیر نظامیان توسط میلیشیاهای پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند، و دیدار وزیر احیا و انکشاف دهات با والی ولایت پروان. امروز دوشنبه 25 ماه هوت سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: نیروهای هوایی وزارت دفاع ملی به هدف انتقام از حملات شب گذشته بر شهر قندهار یک کمپ ویژه نظامی ارتش را در منطقه وان در وزیرستان جنوبی هدف حملات قرار دادند. در این حمله ساختمان کماندوی SSG در کمپ نظامی وان و برخی تأسیسات مهم دیگر مورد هدف قرار گرفته است. گزارش ها حاکی از آن است که در نتیجه این حمله بخش بزرگی از قماندانی این مرکز مهم و شماری از تأسیسات دیگر از بین رفته و به نیروهای نظامی پاکستان تلفات سنگین جانی و خسارات مالی وارد شده است. ملا حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی افغانستان، میگوید که در 24 ساعت گذشته بر اثر حملات هاون و توپ توسط رژیم نظامی پاکستان بر مناطق مرزی در ولایت‌های نورستان، خوست، کنر و پکتیکا 4 غیر نظامی شهید و 9 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش در ولسوالی‌های علیشیر، زازه میدان و گربز ولایت خوست چندین خانه مسکونی هدف قرار گرفته و در نتیجه آن شماری از زنان و کودکان زخمی و شهید شدند. همچنین در ولسوالی ناری ولایت کنر نیز اصابت گلوله‌های توپ باعث آتش سوزی در یک منزل مسکونی شده است. با اشتراک 30 تن از اساتید علوم عصری مکاتب معارف ولایت هرات ورکشاپ علمی تحقیقی تحت عنوان پیوند علم و ایوان نقش علوم عصری در تعالی نسل آینده از سوی اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج برگزار شد. در جریان این برنامه 2 روزه اساتید پیرامون موضوعات مختلف علمی با اشتراک کنندگان تبادل نظر نموده و در مورد چگونگی تربیت نسل جوان، آگاهی از ارزش‌های اسلامی، ایجاد پیوند میان علم و ایمان و همچنین نقش علوم عصری در رشد و پویایی نسل آینده کشور بحث و گفتگو کردند. اشتراک کنندگان این ورکشاپ بر اهمیت برگزاری چنین برنامه‌های تاکید نموده و آن را در راستای افزایش معلومات اساتید و بهبود روند تربیت نسل جوان مؤثر دانستند. این در حالی است که تاکنون سمینارها و برنامه‌های دیگری نیز از سوی اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج برای اقشار مختلف علمی در اکثر ولایت‌های زون غرب برگزار شده است. و در اخیر ملا عبداللطیف منصور، وزیر احیا و انکشاف دهات، با والی ولایت پروان شیخ عزیزالرحمن منصور دیدار کرد. در این دیدار والی پروان مشکلات مردم ولایت را مطرح کرده و خواستار اجرای پروژه‌های بیشتر در بخش‌های آبرسانی و ساخت سرک‌ها شد. وزیر احیا و انکشاف دهات نیز تاکید کرد که با استفاده از امکانات موجود و برنامه‌های توسعه متوازن، تسهیلات لازم را برای مردم پروان فراهم خواهد کرد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.